مسابقات قهرمانی آسیا بین تیم‌های ملی افغانستان در مقابل جمهوری اسلامی ایران. خب با عرض سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از ورزشگاه شهر کابل میشنوید. بازی اساس بین دو تیم جمهوری اسلامی ایران در مقابل افغانستان. میتر توپ که از کنار دروازه توپ در بیرون میرسه که عجب شوت میزنی الدایی پدر ناله. توپ ری در محوطه میکاره که ضربه بلند میزنه. حالا ضربه بلند میزنه در برگشت فرصت برای ایران. ای کیریم با پرخی پدر کسکش سخی توپ در درون دروازه جا میگیره. افغانستان 0، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران 354. دقیقه 14 ما قدرتش داریم، توانش داریم که نتیجه را جبران کنیم و توی دروازه 355 در مقابل 0. این هم چهره سخیداد مربی فهیم تیم ملی افغانستان. ما اشکال نداره این شکست‌ها رو بخوریم، سال آینده میتونیم در مقابل جمهوری اسلامی ایران قدم و توی دروازه 157 بر 0 میشه و توی دروازه هنو توپ رو نکاشته. توپ درون دروازه میده شدی. دروازه‌بان بیخی کسکش بود، بیخی پدرناله بود.